خوش آمدین به ویدیوی ما. امروز میخوایم یک چوتی ساده را یاد بردن که به کسایی که تازه یاد گرفتن، که البته چوتی رو من خودم در وقتایی که بسیار میخواستم چوتی یاد بگیرم ایره من یاد گرفته بودم و امروز میخوایم بر شما یادش بدم دیگه. انشالله یاد بگیرین و تا آخر ویدیو همراه ما باشین. موی به 3 قسمت تقسیم میکنیم و قسمت زیادتر شاید یگان نفرام یاد داشته باشه، اما یگان تا بلد نیستن او رو یاد بگیرن خوبتر است. از قسمت موی ایره در بین میاریم، ایره قم ای موی که در بین بود به جمعیه و موی که طرف چپ است ایره ای قسمت ایره به بین میاریم. مشکل یک تاری اضافه آمده ایره دوباره میکنیم و بازم همی کار تکرار ایره به قسمت میاریمش و قسمت دوباره در بین میاریم. به همین قسم ما تا آخر ادامه میدیم که یک چوتی ساده میشه دیگه کدام چیز دیگه نداره. و من وقتی که چوتی را دوستای زیاد گرفته بودم، البته یک طریقه دیگه داره که اصلیش همو یک کمکی تو، البته به نظر من مشکل تر است چون خودم بسیار سختی یاد گرفته بودم. وقتی که میخواستم یاد بگیرم همیشه که از این مویا گدوتش میکنم. باز یک روز گرفتم، واقعیتش یکی آمده بود خالی ما آمده بود خانه ما، سر مویا از این گرفتم تمرین کردم. بعد از نمو دیگه کم کم زیادتر خانه ما می آمد، گرفتم ایره امرای یگان بافتای دیگه امو تمرین میکردم که شد اما یک چیزی که من یگان چوتیگه کار یاد بگیرم که هم یکی از نمو هست. ایره تا آخر همونطوری ادامه میدیم. این چوتی تا قسمت یعنی قسمت دیگه میشه پیش گوش میشه پیش گوش نی در همین قسمت اینجا تا اینجا این قسمت دا ایش میدیم تا می آخر. این دیگه تمام چوتی را بسته میکنیم ماله با داشته که چوچه کاک است حال نبره و طرف نره. خب بستهش میکنیم. تمام. نه از این قسمت شکلی از یکم بیسا شد. این چوتی رو دیگه از این قسمت اقامی میگیریم. مثلا کم چقدر گرفتم این قدم میگیریم ایره میگیریم در دستمون. اینی خود چوتی را ایره این تو جدای میگیریم با این دکل که ما همه قید شاید که مویه گرفته بودنیم. این موی را دست ما گرفتیم ایره میاریم تو داخل ازیمه ای که تو میمون دیگه که ای پس جور میشه وقتی که ایره جور کنین دیگه فکر از این نباشین شما. این حاله دیگه قسمت از دیگه شه میگیریم همونطوری از اینجا باز موی جدا میکنیم. وای 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 همین قسمت ایره دوباره همین کار پیشتر تکرار. دیگه سیوم میشه همین قسم. اینه
این قسمت ها که یکان دفعه میشه از پیش، چون تو یک فعالیت از پیش میشد، اگه با نه دوباره میتونید که از نمو همون گردش کنید. این رقم دوباره صحیح میشه. باز حالا این رقم میگیریم، همین کار رو تا آخره که تا این قسمت برسیم ادامه میدیم. دوستای عزیز، این چودی امو با چی که میگین این خاله تمام میشه و شما میبینید دیگه. از من ساده خوب از به کسایی که موی جور میکنن و شما گفته میدین هر رقم موی را که خودتان دوست دارین که در مویتان جورش کنین به ما بگوین، در کامنتا برام بگوین. میشه من یاد داشته باشم براتون یادش بودم در ویدیوهای بعدی آینده ما. و لایک هم از یادتان نره، اگه خوشتان آمد سابسکرایب هم یادتان نره. از اینجا دیگه خود میتونین اینجا چی کنینش، موی در این قسمت زیر ببرین که معلوم نشه. میتونین از سیخک یا قیتک های چوچگک الان چی که داریم کار بگیرین چوچگکان باشه کار میده، معلوم نشه مقصد. اینجا که باز قدر خوب معلوم نمیشه. ایره جوتی ماره این قسمت زیر اول میبریم، بعدش بستیش میکنیم در زیر زیر موی در اینجا قیتک رو قیتک میزنیم و اشکال بیزار شده بود. یاره اینجا تا کمک جورش میکنم، میبینید چه رقم معلوم میشه. زیاد نی قدر موی باز زیاد چه میتونیم نشان این دیدین دوستای عزیز. بنظر مک ساده بود دیگه، انشالله که برای شما ساده باشه و زودی یاد بگیرین. یک چیز رو براتون یاد داده باشم. بس تمام شد دیگه. اینا لیره سینه ببینین. بسیار ساده است. خب تمام تمام شد. تشکر از اینکه تا آخر ویدیو با ما بودین. منتظر ویدیوهای بعدی ما باشین. خوشتان آمد لایک و سابسکرایب یادتان نره. وقت خوش داشته باشین.